گفتنش چی میشه دیگه کی گذشته گفتم. سفرعلی شکورов ساکنی دوشنبه برنده озмуни گرین کارت یا کارت سبزی آمریکا شده است. بعد شنیدن خوشخبر اکنون تلاش دارد به آمریکا رود. میگوید انتظار نداشت که غالب озмун میشود. یه هفته شده یک شنبه دیگه گذشتگی اتفاق شما گفته گذشته گفته. اما آدمی که ما سپویلر بودیم دکمنتوم چیز آنلاین تلفن سپویلر بودیم همه ما واتساپ دانویس که هم خیلی گذشته گفته. چند سال بود شما انتظاری همین لحظه بودید؟ من یکم بار سپویلر بودم همین یکم سال راستی. چندی از نزدیکان سفرعلی در آمریکا هستند و او نیز می‌خواهد رفته در آنجا کار و زندگی کند. برخی ساکنان مستقلانه در وبسایت مخصوص می‌سنجند که از озмун گذشتند یا نه. افراد با کمک چنین مرکزها این کار را انجام می‌دهند. بله 4 مای ساعت 9 بگونی جوابای گرین کارت برآمدن. اوجا علاقه مود در واتساپ شبکه‌های تلگرام اوجا نوشتن زنگ می‌زنند. ما توغرام اولم سنجش بردستیم دیدستیم تفتیشات کردستیم. خیلی خرسان میشه اکثریت بسیار گذشتگیان ما از شرکت ما گذشتگیان باش باور میکنن وجه خیلی زیاد خرسان میشن میبیان میگن ما یکم بار گذشتیم یا اصلا آدمایی که 10 بار میسپرن که 11 بار میگذرن. بعضی داوطلبان озмуни گرین کارت گفتند از سنجش‌های اخیر مهاجران غیرقانونی در آمریکا خبر دارند و با توجه به این احتیاطکار نیز شدند. و همین جتا خطا نروان میگن که اسمدا با پرابلم میشه. اینترنت همین اینستاگرام دیدم هم خیلی گفتم مقصد این پرزنت نشده و قانونش وایستگیه و همیدا خیلی گفتم خیلی میرم دکمنت رو ساز میکنیم به دکمنت نمیگرده خیلی قانونی بگرده با چیم ترسته گشتن خیلی آزاد بگرده ساز نیسته هم خیلی هم خیلی کدام آزاد میگرده خیلی اگه گذارم حالی. بعدی به حکومت برگشتن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبارزه سخت را بر ضد مهاجرت غیرقانونی براه ماند. در شهرهای گوناگون صدها عملیات انجام دادند، هزاران مهاجر را بازداشت و اخراج کردند. اسم 149 شهروند تاجیکستان هم در فهرست آنهایی است که باید از آمریکا اخراج شوند. چون این وضع به نظر نمایندگان بعضی مرکزها توجه خواهشمندان سفر به آمریکا را کم نکرده است. نتیجه گیری کرده که برآمدگی این حالت مثال بسیار را می‌نویسند هم می‌نویسند که ما اکای ما سپاریم اکای آمریکا ما را تفتیش کنه. آمریکا برای مهاجران کشوری فرصت‌ها و جای کار و آینده خوبی ارزیابی می‌شود. از این رو از هر گوشه دنیا از جمله تاجیکستان با هر راهی تلاش می‌کنند به این کشور برسند. دریافت کارت سبز هنوز راهی هموار به آمریکا نیست و کفالت آن را ندارد که شما ویزا یا روادید این کشور را به دست می‌آورید. تاکنون آمار کلی شهروندان تاجیکستان در آمریکا نشر نمی‌شود، ولی باور می‌رود که شماره آنها 10,000 نفر را تشکیل می‌دهد.